سلام سلام. سلام. سلام خوبی؟ مرسی خوبم ها. چه خبر؟ چی کاره کردی؟ هوا چطوره؟ هوا خوبه اینجا، یعنی 17 18 خوبه. خیلی موقع حتی از اینم گرمتره تابستونا اینجا، ولی الان یک کمی هوا سردتره. من اتفاقا خونه بابام که رفته بودم، گفتم مسی که رفته بودم خودم بابام اونجا خیلی خوب، اونجا 25 26 بود. ولی فکر کنم یه هفته دیگه وقتی میرم خونه ماما هوا خوب باشه. یعنی همیشه معمولا شانس میارم هوا خوبه همیشه وقتی میرم اونجا، و چون دیگه وسط تابستونم هست دیگه فکر کنم هوا خوب باشه. آره. آره. خوش میگذره بیری سفر میکنی و آره بابا. آره، چون اونجا از بچگی اونجا آشنام، نانتالی، فنلاند و اینا خوبه دیگه. جاشم خیلی خوبه. یعنی یک شهر تابستونی خیلی قشنگیه. اونجا بزرگ شدم و برام خوبه، برام جالبه، چون خاطرات دارم دیگه از اونجا و از تو همون خونه مامانم بزرگ شدم و همه اون جاهاشو میشناسم، اون ناتالی و دیگه. آره. آره 100% دیگه نوستالژیکه دیگه ام، برات یه ام، جورایی. یادم میاد یه قفسه داشتی عکسای بچگیت هم اونجا بود اتفاقا. آره آره. از بزرگی داشتی. ام. اه، برای تو هم اونجوری ارومیه همینجوریه یا نه چجوریه؟ دیگه من از همون اولش رومیه به دنیا اومدم، چند تا خونه عوض کردیم. اه، من زیاد چیز نیستم، یعنی گذشته سریع یادم میره یه جورایی. ولی حتما وابستگی همه جای ندارم. ارومیه رو میشناسی و همه اینا خاطراتم داری از بعضی جاهاشو همه. آره. آره 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 دارم، ولی اونجوری نیست که مثلا زیاد به حالت، مثلا بعضی ها خیلی بیشتر تحت تاثیر ام، هستن. من فهمیدم. زیاد رو به آینده هستم تا فهمیدم گذشته. فهمیدم. میدونی یه چیزی که کلا احساس میکنم ناراحت میکنه یا احساساتم رو برمیانگیزه ازش، نمیدونم دیگه فاصله میگیره همینطوری. چیزایی هست که ناراحتت میکنه تو اون رومیای جاهاشو؟ نه دیگه کلا یه چیزایی که قدیمی یادت میفته، مثلا بچگیات دوران شیرینی بوده، اون باعث میشه که یه جورایی آدم دلش تنگ میشه دیگه به گذشته. ام. یه جورایی دیگه اینجوریه. آره خیلی زیباه به نظر من این که گذاشته داریم و مثلا خاطرات داریم، به نظر من که شیرینه به نظر من. آره 100% شیرینه. منظور این که مثلا بعضی ها خیلی تو گذشته میمونن، یعنی یه ام. جورایی با گذشته زندگی میکنن، در ام. حد نرمال خیلی خوبه. ولی گذشته تاثیر داره بر زندگی ما. تاثیر اون چه که هستیم گذشته هم هستیم. مثلا داشتیم در جهان بینی حرف می زدیم. خب این جهان بینی امروزی رو که مردم که تو کشورهای، مثلا همه کشورها، حالا نه فقط تو کشورها غربی دارن به اصطلاح فیزیکالیستی، خب به خاطر چیه؟ به خاطر اون گذشته. این مثلا یک چیزیه که الان 100 سال، 200 سال، حالا 200 سال که شاید نه، ولی 100 سال حداقل، حتی بیشتر، 200 سال بوده. و به خاطر اون گذشته که خب این مثلا اون فرهنگ و طرز زندگی رو داریم، همه اون گذشته هم تاثیر داره بر تاریخ. یک چیزیه که تاثیر داره بر رو ما، جزو مایه. آره صد درصد خیلی چیزا هم همینطوره. خوبه، فقط این چیزای منفی نیست تو تاریخ. چیزای یاد گرفتیم، یعنی چیزای دست دادیم، بعضی چیزای حکمت ها رو دست دادیم، ولی خب بازم از خیلی چیزا یاد گرفتیم. مثلا تو فنلاند الان مثلا اینجا دموکراسی هست، آزادی هست، مثلا حقوق بشر، آزادی بیان، همه اینا هست. خب اینم یک چیزیه که به تاریخ برمیگرده، همجوری نیست که خود به خود بوده. یک چیزیه که به چیزیه که طی مثلا 70 سال 80 سال مثلا دیگه ایجاد شده.
آره دیگه، چیزی که امروز هستیم در واقع نتیجه دیروزمون هست. آره، میشه گفت. چیزی که آره میشه اینجوری گفت. البته میشه گفت چیزی که هستیم چیزی است که همین الان هستیم، تو همین لحظه هستیم واقعا. اون واقع که در واقعا اگه خیلی عمیق‌تر باز این مسئله رو نگاه کنیم اینجوری میشه دید که چیزی که هستیم اویم که همین الان هستیم و حالا میشه گفت که همیشه بودیم، یعنی همیشه هوشیاری به اصطلاح بودیم. هوشیاری چیزی بوده که همیشه بوده. شاید حالا تو این حالتی که اینقدر مثلا توسعه نیافتاده که نیافته نبود، چی میگن توسعه نیافته، مثلا توسعه یافته نبود، توسعه یافته نبوده مثل امروز و البته این بازم میتونه بیشتر توسعه بیابه، ولی بر صورت اینجوری میشه اینو بیان کرد که هوشیاری هستیم. آره هوشیاری که هستیم، ولی منظورم از این که نتیجه گذشته هستیم. خب درسته که الان هرچی هستیم اون مهمه که الان اینیم، ولی اون گذشته باعث شده که الان این شدیم دیگه. آره نه من خودم اینو گفتم، من همین خودم برای تو گفتم این که اون گذشته هم مهمه و آینده هم دیگه به تصمیماتمون، به نیتمون، به آگاهیمون، همه اینا بستگی داره که آینده بشر چیه، آینده چی باشه اینا. آره دیگه آیندهمون هم الان تعیین میکنه. آره بعد که آینده رفتیم الان میشه گذشتمون. دقیقا به خاطر همون خیلی باید سعی کنیم، حالا سعی هم نه، تصمیمات درستی بگیریم یا نمیدونم زندگی خوبی سعی کنیم داشته باشیم که برای آینده هم خوب باشه. چه بهتر که همش خوب باشه دیگه. چه خوب زندگی خوب باشه همش. میگم چه بهتر که همش، یعنی امکان نداره، یه جورایی باید به تلخی روزگار هم بچشیم. میگم توی فارسی میگن سردی و گرمی روزگار رو باید بچشیم تا به این جایی که هستیم برسیم. معنیش یعنی چی؟ تیکنتین of life. تیکنتین یعنی سردی و گرمی روزگار، یعنی چیزای خوبش رو باید تجربه کنیم، چیزای بدش هم باید که همین چیزای بدش هم. آره درسته، چیزای خوبش رو تجربه میکنی، بعد چیزای بدش رو، و خب از همه بهتر اینه که بتونیم بعد اون چیزای بدش خب یاد بگیریم، رشد کنیم. این از همه بهتره. دقیقاً. این چیزی که گفتی هم جالبه، گفتی که دیگه من همیشه همچین چیزی گفتی دیگه، من هستم، یعنی یه جورایی حالا چند سال پیشم ما بودیم الان هم من هستم میگه. آره درسته؟ یعنی همیشه تو خود، یعنی غیر از تو کسی دیگه که نبوده این وسط دیگه، همون خودت بودی. آره ولی این خود تغییر میکنه. مثلا اون درسته که هوشیاری بودیم، همیشه هوشیاری بودیم و اینا، ولی اون باز اون آگاهیمون تغییر میکنه. البته که اونجا که بچه هستیم دیگه نیستیم، دیگه بزرگ شدیم و احتمالا خیلی چیزا یاد گرفتیم و خب رشد کردیم به عنوان انسان، یعنی تجربه داشتیم و همه اینا. یعنی همیشه همون بودیم، همون خود بودیم ولی تغییر میکنیم. البته که این تغییر حالا حتما 100% مثبت نیست، ولی خب میتونه مثبت باشه. یعنی خود به خود مثبت نیست، خود به خود مثلا رشد نمیکنیم به عنوان انسان، ولی خب این امکان وجود داره. این به اصطلاح وجود تو کتابون هم از کلمه وجود خیلی استفاده. وجود این امکان رو برای ما میده که رشد کنیم، یاد بگیریم و همه اینا.
و حتی وجود میخواد که رشد کنی. یعنی یه بارم گفته که ام. اصلا به این سمت سوق میده ما رو یه جورایی. آره خواست وجود، یعنی نباید اینجا وجود انسان پنداری کنیم، ولی یک جور خواست بازم میتونیم بگیم که داره، یک جور خواست طبیعی که میخواد که ما رشد میکنیم، چون ما وقتی رشد میکنیم بعد اونم رشد میکنه. اینجوری. دقیقا درسته، موافقم. از آینده و گذشته و حال هم صحبت کردیم. میدونم که تو به زمان هست برای تو، یعنی گفتی قبلا هم، چون تجربه هستش، چون یادگیری هست. آره یعنی زمان وجود داره برای من. آره یه جورایی آینده هم وجود داره، حال هم وجود داره، گذشته هم وجود داره. آره اخیرا یک سریالی رو تموم کردم، نمیدونم شنیدی یا نه، سریال دارک، سریال آلمانیه. آره مثل که در موردش برام حرف زدی، یک چیزایی گفتی در موردش برام. خیلی دیگه پیچیده شد دیگه، آخرش چی نفهمیدن. آها خیلی عجیب غریب بودش یه جورایی. ولی توی اون فیلم زمان انگار وجود نداشت، انگار حتی یه بخشی بود که میگفت که از ماتریکس خارج شدیم، مثل اینکه یعنی یه جورایی دنیاهای موازی هم بودش. فهمیدم. آره دیگه فیلمو ندیدم، زیاد نمیتونم در موردش حرف بزنم چون ندیدمش و اینا. اصلا فیلم میبینی جدیدن یا اینکه چرا بعضی مثلا یک ماهی یک فیلم نگاه میکنم، ولی خیلی کم دیگه فیلم زیاد نگاه نمیکنم. دیگه بعد کافی نگاه کردی؟ یه بار که صحبت میکردیم کلی اطلاعات داشتی، کلی از فیلم ها، کارگردان ها. آره الان دیگه زیاد علاقه ندارم، قبلا علاقه داشتم ولی الان برای تفریح نگاه میکنم، ولی چون نگاه میکنم ولی بیشتر دیگه تفریح، اونجوری دیگه خیلی چی میگن سوق چی میگن سوق و شوق، ذوقشو نداری، ذوق و شوق دیگه بهش اونجوری ندارم. چرا؟ چون تفریحه، چون بیشتر دیگه تفریحه برام فیلم، بیشتر ذوق و شوقم اون کتابمه، این که کتابمو می‌نویسم و مثلا که حرفامو بتونم بزنم حرفامو بتونم بزنم، یا مثلا از طریق کتاب، از طریق یوتیوب دیگه بیشتر هدفم اینه. البته خب سعی میکنم کتابم بخونم، ولی کتابایی که مفیده مثلا برناردو رو اینا رو، ولی خب سخته برام، ولی خب سعی میکنم وقتی وقت دارم حرفاشو گوش میدم و اینا. دیگه کلا دیگه فیلم نمیبینی ولی سعی میکنی بخونی یه چیزایی بخونی. کم کتابم خیلی کم، مثلا بیشتر فقط برناردو رو الان میخوانم. الان اون کتابای اونم زیاد کم خواندم چون الان خودم دارم مینویسم، ولی وقتی که این کتاب تموم بشه فکر کنم باز بیشتر کتابای اونم بخوانم. ولی کلا کتاب میخوندی قبلا؟ یعنی قبل از این ها؟ آره خیلی نه، ولی میخواندم ولی الان به نظر من خیلی هم ارزشمند نیستن اون کتابایی که خوندن، یعنی زیاد کتاب نخواندم اونجوری. چقدر ارزشمند نیست؟ چه کتابایی میخوندی فکر میکنی؟ کتابای اتفاقا تو کتابمون در مورد این حرف، کتابای خودیاری میخواندم بعضیاشونو. و دیگه کتابای دیگه همه چیزایی که بقیه میخوانن، ولی زیاد دیگه الان علاقه ندارن، چون به واقعیت زیاد پی نمیبرن یا مثلا اشاره یا آره، به خاطر اون دیگه برام جالب نیستن اونقدر.
آره کتاب خوب خیلی کم پیدا میشه واقعا. آدم میخونه ولی میگیری میخونی ولی اون چیزی که میخوای نیستش یه جورایی. من کتاب های علمی تخیلی هم خیلی دوست دارم یه جورایی. یا مثلا ساینس فیکشن مثل هری پاتر، همین لورد آف رینگز، یه جورایی خلاقیت برام. آره دیگه چی میتونیم صحبت کنیم راجبه راجبه استوئیسم شنیدی اصلا استوئیک؟ آره در مورد یکی از همه گفتگوام در مورد گفتی اتفاقا پرسیدی ازم در مورد این ما حرف زدیم. گفتی که اطلاع نداری. آره گفتی که ولی زیاد اطلاع نداری. آره زیاد اطلاع ندارم. آره چرا اون راجبه این آرامش درون به ذهنم رسید، همین سرنیتی میگم توی انگلیسی. به نظرت این آرامش رو با آگاهی میتونیم حفظش کنیم یا اینکه واقع بینانه نیستش؟ نه آرامش درون که میتونیم داشته باشیم. مشکل اتفاقا همیه مشکل بشری که آرامش درون در درونمون صلح نداریم. این جنگای بیرونی هم که ما مثلا میبینیم بیشتر اون جنگ نتیجه جنگ درونی ماست، یعنی درون صلح نداریم و به خاطر اون بیرون جنگ هست. مثلا نه فقط جنگ فیزیکی ولی مثلا میبینیم خیلی ها مثلا بحث میکنن، مثلا یک برنامه یک انگلیسی یک چی میگن مجری انگلیسی هست یا که چی بود اسمش این انگلیسی هست که حالا یادم نیست ولی همیشه تو برنامهش همه بحث میکنن خیلی هم جالبه. چجوری من اسمشو دیگه اسمای مردم من یادم نیست و یه تو یادت نباشه من اصلا یادم نیست. آره یعنی خیلی مثلا ما تو تلویزیون مثلا تو همین دنیای مجازی میبینی که مثلا جنگ هست در مثلا جنگ بابره ها وجود داره، جنگ جهانبینی هست. ما این جنگ مثلا بعضیا در راستگرا هستن بعضیا چپگرا هستن. مثلا جنگ غزه، مثلا اسرائیل و غزه خیلی جنگ میکنه، هم یکی دیگه یکی رو توهین میکنه و یکی دیگه باز توهین میکنه. یعنی حالا این جنگ غزه اینا که مثال زدم، مثلا خیلی چیزا دیگه میتونه باشه، مثلا این حقوق زنا یا چی میگن، آیا مهاجرت مثلا یعنی هی همش میجنگن مردم چون درونشون میجنگن، بعد اون جنگ درونشون تو هم به طور جور مختلف ظاهر میشه. یعنی بعد ولی اون مسئله اصلی همونه که در درونشون آرامش ندارن، صلح ندارن و واقعیتشون پراکنده، یعنی واقعیتشون چی میگن منسجم میشه گفت هولیستیک یا نه؟ آره منسجم نیست، انسجام نداره، یک پارچه نیست، یعنی یک پارچه نیست، اینجوری شد یک پارچه نیست. و این نبودن یک پارچگی این که یعنی اینکه همه چی یکیه، یک واقعیته، یعنی آگاهی نداشتن از این. خب بعد منیفست، چیزی بگم منیفست میشه چی میگم؟ تجلی میابه، تجلی تو این همون جنگی که ظاهرا بیرونیه، این جنگ های بیرونیه، این جدل ها و بحث ها و جنگ های فیزیکی، همه اینا از اون آگاهی و نبودن صلح درون نشأت میگیره. دقیقاً. بعضی ها دشمن فرضی دارن برای مثلا
مثلا در بیرون هیچ چیزی وجود نداره ولی فکر میکنن که یه دشمنی هست بیرون، بهش میگیم دشمن فرضی. آره درسته. اونقدر که از درونت صلح نیستش دیگه فکر میکنی همه دشمنت. منتها چیزی که هستش یعنی ما در معاشرت با انسان ها هستیم دیگه، یعنی حتی اگه صلح درون هم داشته باشی با انسان هایی که صلح درون ندارن اینکه بتونی کنار بیای همون یه ذره سخته دیگه، کارو سخت‌تر میکنن. نمیدونم، مثلا اون که بقیه چطور هستن زیاد مسئله نیست. یعنی در مورد این موضوع هم اتفاقا تو کتاب همون زیاد حرف میزنیم. از همه مهمتر اینه که درونمون صلح داشته باشیم. بقیه و همون دیگه اون دست خودمون نیست که بقیه چطور هستن. بهتره که به نظر من که بقیه رو قبول داشته باشیم و ببینیم خودمون نقش خودمون رو پیدا کنیم تو دنیا. چیه نقشمون، به اصطلاح دارمامون چیه تو دنیا. اون دیگه اون که بقیه چطور هستن و چی کار میکنن اون دیگه دست خودمون نیست. اونا باید قبول داشته باشیم. باید ببینیم که خودمون جامون چیه، خودمون چی فکر میکنیم واقعیت چیه، ارزش چیه، هدفمون، نیتمون چیه. اینا رو خودمون باید ببینیم که چیه. نباید ناراحت باشیم از اینکه بقیه چجوریان، چه فکر میکنن، چجوری هستن. فقط اون نقش خودمون رو باید ببینیم که چیه. آره درسته، ولی یه جورایی به هم مرتبطیم دیگه، یعنی خواه یا ناخواه اینکه هر کسی یک جوری هستش اونا دقیقا درسته، ولی چون با هم در ارتباطیم این صلح درون هم هرچی باشه تحت تاثیر بیرون هم قرار میگیره یه جورایی فکر میکنم. خب آره، ولی بیشترش این به خاطر خودمونه که این صلح درون نداریم، به خاطر بقیه نیست. یعنی درسته که خب رفت آمد داریم با بقیه، ولی اون زیاد، اون دیگه جزء زندگیه. بعدم همه میتونی قبول داشته باشیم مردم همون جوری که هستن. اون صلح درونی رو همیشه میتونیم داشته باشیم با وجود اینکه بقیه اون صلح درونی رو ندارن. چون اصل قضیه همونه دیگه. یعنی اینکه جای خودمون رو پیدا کنیم، به اصطلاح دارمای خودمون رو پیدا کنیم. بقیه همونی که هستن دیگه هستن. البته مثلا اگه مجبور باشیم تو یک محیطی باشیم که واقعا مردمی باشن که راحت نیستیم باشون، خب اذیت میشیم که هی همش. ولی احتمالاً اگه آگاه باشیم تو همچین شرایطی اصلا نیستیم بیشتر موقع ها. بعضی وقتا چرا یعنی میتونیم تنها باشیم یا مثلا با مردمی که ازشون خوشم میاد دوست داریم باشون باشیم. یعنی این البته که این از همه بهتره که با اونایی که خوشمون نمیاد یا احساس نمیکنیم که راحت هستیم باشون دیگه نباشیم. یعنی اون از همه مهمتر. یعنی وقتی که درونمون صلح داشته باشیم زیاد فرق نمیکنه که بقیه چطور باشن. میگه مهم نیست. نه یعنی نقش مایه. یعنی نمیتونیم تأثیر داشته باشیم بر اون که بقیه چطورن. فقط میتونیم رو خودمون تأثیر داشته باشیم. و به نظر من بهتره که این که همون جای خودمون رو سعی کنیم پیدا کنیم و واقعیت خودمون رو و اینا ببینیم که چی چیزی واقعا خوبه تو زندگی. خوب چیه؟ همین دیگه. آره متوجهم. حالا این چیزایی که گفتیم در سطح روحی اسپریچوال هست دیگه، درسته؟ یعنی آگاهی،
وجود که خیلی مهمه. در کنار اینها به نظرت چه چیزهای دیگری مهمه، یعنی که باید داشته باشیم تو زندگی برای اینکه یک زندگی ایدئال که نگم ولی مثلا خوبی داشته باشیم؟ در نظر تو چه چیزهایی هستش؟ آره اون که تو میگی در سطح spiritual، یعنی سطح به اصطلاح روحانی و اینا، به نظر من همه چی در سطح روحانیه. یعنی هیچ چیزی نیست که در سطح روحانی یا روحی نباشه. و خب این به خاطر اینه که من به اصطلاح ایدئالیستم. ایدئالیسم اصلا معنیش اینه که همه چی روحه، همه چی هوشیاری، روح، ایده. اینا من وقتی که ایده حرف میزنم همون روح حرف میزنم، وقتی که هوشیاری حرف میزنم همون بازم روح حرف میزنم. یعنی همه چی روحه، یعنی هیچ چیزی غیر روحی نیست برای من. یعنی هیچ چیزی سطح روحی یا سطح غیر روحی نیست، چون همه چی یکیه. و اون مقوله هستی که یکیه، همه هوشیاریه. ماده اون تصویر هوشیاریه، ظاهر شدن، پدیدار شدن هوشیاری. اونجور که هوشیاری پدیدار میشه، همه چی هوشیاریه. و به خاطر این هیچ چیزی غیر spiritual حالا نیست برای من. همه چی روحانی، spiritual، سطح روحانیه. ولی یک چیزی دیگه هم گفتی که اون به چی بود که مثلا دیگه چی بود گفتی؟ آره آخه منظورم همینه، یعنی میدونم که کلا ایده این هستش، ولی همونطور که گفتی یعنی همه چی که با هم یکی هستش در سطح اینکه تجلی شده دیگه، منیفست پیدا کرده. یعنی اون منیفست رو من میگم، اون چیزی که الان هست مثلا به صورت آشکار شده، یعنی میگم راجع به اونا صحبت کنیم، نه اینکه مثلا بگم متفاوتم با هم. متوجه شدی؟ آره دیگه همه چی. ولی من میخوام تاکید کنم که همه چی یکی، یعنی 2 تا بخش از واقعیت یا چند تا بخش اونجوری نداریم. مثلا اون غیر آشکار شده هم در واقع یکیه برای من. اینو فقط میخواستم تاکید کنم. آره نه اونا که میدونم دیگه، تا الان میدونم، چند بار صحبت کردیم، گفتی بهم اینکه همه چی یکی هستش. اونو من خودم هم قبول دارم اتفاقا. ولی مثلا میگیم که آره نمونه بگم، مثلا میگیم امنیت داشته باشیم، مثلا یه چیز مهمیه. مثلا میگیم که چجوری به اقتصاد خوب داشته باشیم، سیاست خوب داشته باشیم. مثلا اینا یه جوراییه که مثلا متوجه شدی منظورم؟ آره اینا حالا میشه گفت اینا به اون آگاهی یک شخص ارتباط نداره. یعنی مثلا یک شخص میتونه خیلی آگاه باشه ولی تو شرایطی زندگی کنه که همین امنیت نیست، سیاست چی میگن، شرایط سیاسی خوب نیست. یکی سومی چی بود؟ اقتصادی، شرایط. ولی اگه کل بشر رو نگاه کنیم، کلیت رو نگاه کنیم، اگه سیاست، در مورد سیاست حرف بزنیم، در مورد اقتصاد حرف بزنیم، امنیت حرف بزنیم، اینا اصلا چیزی نیست که جدا از اون آگاهی باشه. یعنی و اون سطح آگاهی متوسط جامعه، یعنی چیزی که جدا از اون باشه، از اون سطح متوسط آگاهی جامعه. چون اون دنیا خیلی خوب نشون میده اون سطح آگاهی. دنیا خیلی آینه خوبیه از این که چه هستیم، چطور هستیم. همون حتی اقتصادم و سیاست هم حالا به این ارتباط. حالا اقتصاد یک چیزیه که اقتصاد اتفاقا میتونه رشد کنه با وجوده که این که آدم ها خیلی هم آگاه نباشن. مثلا یک مثالی به نظر من چینه. از این من چینو خیلی اونجوری جامعه آگاه نمیبینم. یعنی حالا درسته که از حتی اونم مثلا دیگه جامعه ناآگاه بیشتر وجود داره که ناآگاه ترن از حتی چینم،
ولی یک کشوری که خب بعضی بخشاش مثلا تو شهرهای بزرگش رشد اقتصادی زیادی داره، البته مثلا بعضی جاهاش هم مثل که اونقدر هنوز پولدار نیستم، حتی تو شهرهای بزرگش مثل که همه اونقدر حالا سطح زندگیشون حالا اونقدر بالا نیست، نمیدونم دقیقاً، ولی کلاً به نظر ما اون پیشرفت اقتصادی، حالا حتما یا مثلا پیشرفت سلاح که در موردش حرف زدیم که حالا کشور شمال اروپا، شمال کره شمالی هم داره، چیز نیست، is not aligned with or is proportionate to the proportionate to. آره میگیم که مثلا چجوری بگیم، مثلا تطابق نداره، تطابق با اون سطح آگاهیمون نداره، یعنی سیاست، اقتصاد، امنیت، اینا حتما اون ولی در کل، اگه در کل حالا خیلی کلی بگیم، اینا یعنی مخصوصا سیاست و اون امنیت، حالا اگر در مورد اونا حرف بزنیم، حتی اقتصاد هم میتونم اینجا اضافهش کنم، به اون سطح آگاهیمون، جهان بینیمون، ارزشمون، نیتمون، اینا خیلی ارتباط داره که چه سطحی آگاهی داشته باشه مردم. مثلا اینجا فنلاند مثلا نسبتا امنیت زیاده، اقتصاد نسبتا خوبه، سیاست هم نسبتا خوبه. خب این به خاطر این که خب اون فرهنگ و جهان بینی و ارزش هایی که اینجا دارن خب مقایسه با جای دیگه حالا بهتره. حالا اینجا مشکلات خودشو داره این فرهنگ که من اینم قضاوت میکنم دیگه، که به همون جهان بینی فیزیکالیستی ارتباط داره اینجا، که همه جا دنیا دیگه همه این جهان بینی فیزیکالیستی رو دارن به جای اینکه جهان بینی هوشیاری محور رو داشته باشن. ولی به کل اینجور چیزا هم چیزی نیستن که از سطح آگاهی و فرهنگ جهان بینی ما جدا باشن. دقیقاً. حالا من گاهن سوالی که میپرسم، اون چیزی که میخوام بپرسم و نمیتونم در اون کلمات درست رو نمیتونم استفاده کنم. همه چیزی که گفتی، یعنی اون آگاهی که داریم در واقع اونو نشون میده دیگه، آینه اون چیزایی که هست آینه اون آگاهی مونه. آره، یعنی در مثلا اون جمع کل بشریت رو نشون میده، یعنی دنیا خیلی آینه خوبی از اون سطح آگاهی کل بشریت، نه یک فرد، ولی در کل بشریت داره. آره، سوالم هم این بود که حالا این که مثلا یک آگاهی خوب داشته باشیم و در واقع چجور دنیای ایدئال هستش، اگه بخوایم بگیم که یعنی یک چیز خیلی به یک آگاهی خیلی بالایی رسیدیم و اون اگه بخوایم تو جهانی که الان هستیم دیگه اونو بخوایم نشون بدیم، یعنی همونطور که گفتی احتمال شاید منظور اینه که نتیجهش چیه، مثلا اگه آگاهی بالایی داشتیم دنیا چجوری بود. اینو خواهی. آره دقیقاً همونو میخوام اینو پایسم، گفتم که ایدئال مثلا چی هستش در نظر تو، یعنی اگه بخوایم بعد چیزو در نظر بگیریم، چی بگن، فیزیک، نمیدونم چطوری مادی شو، نه نمیخواد بود نمیخواد اصلا اینو بودش کنیم، یعنی همه چیز رو یکی حالا در نظر، همه چیز رو همون یک بود هوشیاری در نظر بگیریم، نمیخواد فیزیکی و غیر فیزیکی رو جدا کنیم از هم دیگه. خب خیلی بهتر بود زندگی، همین اینا ستایی که گفتی، اون سیاست خیلی بهتر، سیاست فقط در مورد خود نبود، در مورد بقیه بود. همون اقتصاد بهتر بود برای هر طبقه، برای متوسط، برای پولدار، آدمای پولدار اون پولاشونو میخواستن اصلا کلا جور دیگه سرمایه گذاری کنن و واقعا میخواستن که همه رو کمک کنن و خدمت کنن و هدف مردم اصلا یک چیزی دیگه بود، کیفیت زندگی بهتر می بود، همون امنیت خیلی بیشتر بود. یعنی مردم نمیخواستن که از طریق خشونت یک چیزی رو سعی کنن که حل کنن. خیلی چیزا بهتر، یعنی زندگی مردم فقط در مورد خودشون نبود، بیشتر شاید در مورد بقیه بود تا خود.
این برای همه بهتر بود، برای همه این زندگی، اینجور زندگی خیلی بهتر بود. حالا در چجور زندگی، حالا به صورت فیزیکی حالا نمیشه توضیح داد، یعنی اون نیت مردم فرق میکرد و هدفشون فرق میکرد، ولی خب میشه اینو دید. تو آرامش میداشتن مردم، همون آرامش که درونی که من گفتم میداشتن. نیتشون اصلا یک چیز دیگه بود که هم که گفتم. ولی همه اینا، اقتصاد، سیاست، امنیت، رفاه، همه اینا بهتر بود اتفاقا. حتی اینا انسان ها اتفاقا کارشون کمتر کار میکردن ولی پول بیشتری میگرفتن. حتی فقیرا نسبتا سطح زندگیشون نسبتا بالا بود، نسبتا خوب بود. اینجوری می بود. استرس خیلی کمتر می بود. دعوا تو خانواده خیلی کمتر می بود. همه اینا، یعنی همه چی فرق میکرد. یعنی میگی همه با هم، یعنی امکانش فراهم میشه یه جورایی، نه اونطور نیست که مثلا یه چیز خوب باشه یه چیز بد باشه مثلا. یعنی اگه اون سطح آگاهی رو داشته باشیم همه اینا با هم یه جورایی با هم جور میشه، درسته؟ آره البته، یعنی این سطح آگاهی به همه چیز تأثیر میذاره، 100% به همه چیز تأثیر میذاره. همه چیزایی که گفتیم الان، و نیت خواست، اون اعتمادی که به مردم دارین خیلی بیشتر بود. ترس خیلی کمتر بود. نفس خیلی کمتر بود. فکر بقیه بودن خیلی بیشتر مردم. اقتصاد بهتر بود. همه اینا، امنیت بهتر بود، سیاست بهتر بود، جامعه بهتر بود، درک مردم بهتر بود از بقیه، فهم مردم از بقیه بهتر بود. یعنی همه چی بهتر بود. منتظر همچین چیزی هستم، یعنی آره شاید، ولی تو زندگی من یا حتی تو یا حالا من و تو این شاید رخ نده. حالا این احتمالش هست که رخ بعدها احتمال، ولی خود به خود نیست. هیچ چیزی نیست که خود به خود، حالا یعنی این که هیچ کاری همینجوری پیش میاد، اینجوری نیست که همینجوری به خود پیش بیاد. اونو بستگی داره که اون تو یاد گرفتن، به اصطلاح رشد کردن زندگی چقدر موفق بشیم اینا. آره، و یادم میاد دیگه موقعی راجع به چرخه ها هم صحبت میاد. البته یادم میاد که تو گفتی تو قبول نداری این چرخه ها که اتفاق میافته. من بیشتر خودمون دقیقا. صحبت خوبی داشتیم امروز به نظر من. چی فکر میکنی؟ آره صحبتم خوبه، فقط گاهم من سوالاتم یه جورایی نامیزان میشه احساس میکنم. یه ذره باید بهتر. نه آخه مسئله این که خیلی این موضوع رو صحبت کردیم، ولی همیشه خوب، بازم صحبتام خوبه، یعنی خیلی موضوع مختلف صحبت کردیم. میتونیم باز دوباره هم در مورد این موضوعی که قبلا هم صحبت کردیم صحبت کنیم. حالا من مثلا امروز خیلی صحبت خوبی داشتیم، با وجود اینکه خب این موضوعی بود که قبلا هم صحبت کرده بودیم، ولی بازم به نظر من خیلی خوب بود. تو خودت چی فکر میکنی؟ خوشت چجور؟ آره میدونی یکی هم به نظر من هر چقدرم که موضوعهای مختلفی باشه، من این چیز رو تو کلاس‌های دیگه هم دیدم، یعنی چون در نهایت به یک چیزی میرسیم، یعنی هرچی هم متفاوت باشه تکراری میشه چیزایی که آره طبیعیه. یعنی اونطور نیست که بگیم راجع به این صحبت کردیم دوباره تکراریه. به نظرم یه جورایی خواه یا ناخواه به همون چیزای تکراری میرسیم. آره درسته. ولی صحبت خوبی داشتیم به نظر من. آره 100%. همیشه صحبت خوبه، من همیشه دوست دارم گوش بدم، یاد بگیریم. خوشحال شدم باید حرف زدم باز نیسا. خوشحال شدم. منم همیشه خوشحال میشم باید صحبت میکنم. همینطور. قربونت. فردا دیگه، تا فردا. فردا میبینیم. قربونت. فعلا. قربونت. خدا.